یه سری بذاریم به ارتش سری بخش‌هایی رو از این سریال بسیار جذاب اون روزها. بله بعدم نمیاد تجدید خاطره میشه. حتما با هم نگاه میکنیم. ارتش سری با شرکت برنارد هپتون، جان فرانسیس، کریستوفر نین، آنجلا ریچاردز. بیا تو. فرمانده کسیر. که این اطلاعات داده اون زن؟ چند دقیقه پیش خوردم، پیغام مرزوب گرفته. خب من مسیر برگزاری جشن تولد پیشوا رو علامت گذاری کردم. میخوام از روش 30 تا کپی بگیرید و اونها رو طبق این لیست پخش کنید. 4 تا از کپی ها رو تحویل پلیس مخفی بدین، دوتاشم تحویل هتل دوویل. کاملا روشن شد؟ البته فرمانده کسیر. این زن قربان اون ملیت چک داره، ولی من نمیفهمم که چرا تا به حال توقیف نشده. اینو فراموش کن. مسیو فواره دیر میان؟ نه ایشون توی جلسه شرکت کردن راجع به جشن رژه فردا. چکرم مسخره است، این همه گرفتاری برای کار ناچیز. اونا دارن تمام کیسه‌های شیر از سری رو بر میدارن، اما فردا شب همه رو برمیگردونن سر جای اول. بهتر موفقیتشون آرزو کنم. عجب آرزوی بی‌نظیری، جشن گرفتن برای تولد اون مرد. من برای تشییع جنازش پرچم رو میبرم بالا. میام یه چیزی بیارم بخوریم. لطفاً اگه ممکنه یه چیز گرم بیار. بارون باعث شده که احساس سرما کنه. قهوه انگلیسی چطوره؟ قهوه انگلیسی؟ واقعا فوق‌العاده است. اونو از کجا گیر میاری؟ تو اونو خیلی بهتر از من میشناسی. نه مطمئنم که اینطور نیست. شما بهترین دوست هستی. شما اینطور فکر میکنی؟ بله من اطمینان دارم. اون دائما در انتظار دیدن شماست مدام. آندره بیدار شده مادر. متشکرم. حالا میتونی خبرهای دنیای خارج رو بهشون بدی. راستش من امروز خبری دست اول براش دارم. کارم تموم شد. بسیار خوب. گفتین خبر دست اول؟ شما باور میکنین که یه زن انگلیسی تو خیابون پرسبل یه خلبان انگلیسی رو مخفی کرده؟ نه من باور نمی کنم. باید یه جور شایعه باشه. مادر ساکن خیابون پرسبله. اون تو ساختمان قدیمی کاری یه آپارتمان داره. خب من دیگه میرم بالا. اگه اجازه بدین پالتومو همینجا میذارم. قضیه اون زن انگلیسی رو کی به شما گفت؟ دوستم مارسل ژرو. شاید بشناسیش. اون یه مغازه کوچیک پارچه فروشی داره. زنیه که میشه رو حرفاش حساب کرد. خودش اون خلبانو دیده؟ نه خودش ندیده. دوستش بهش گفته که اینطور. تو چی فکر میکنی؟ فقط میتونه شایعه باشه. من شک دارم. با اطمینان حرف میزد. بهتر با هم یه نگاهی